با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، نویدی بمدودی رو من شعله گلخوجه تقدیم شما میکنم و سپاس میگویم که با ما هستید و برایتان برور میخوایم. امروز 24 مارت است و حالا توجه کنید به خبرها. سفیر تاجیکستان در روسیه امامالدین ستوری روز 23 مارت در صحبت با رادیو زودی گفت سفارت و حکومت همه چاره‌ها را اندیشیده ایستادند تا تاجیکانی درمانده در فرودگاه مسکو به وطن رسانده شوند. این اظهارات در حالی صدا داد که چندین نفر شهروندان تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از درماندن خود در فرودگاه‌های روسیه و کشورهای دیگر شکایت کردند و شرکت سامان ایر گفت برای آوردن آنها به تاجیکستان تلاش خواهد کرد. بنابر خبرها این پروازها را وزارت کار خارجه تاجیکستان راهاندازی کرده است. امامالدین ستوری گفت بر علاوه پرواز سامان ایر در روز 24 مارت یعنی برای امروز بازگرداندن گروهی از شهروندان تاجیکستان از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو، پرواز دیگر روز 25 مارت یعنی فردا به فرودگاه ونوکو صورت میگیرد. با گفته وی سفارت تلاش میکند شهروندان درمانده تاجیک را از فرودگاه شیرمتیو به دیگر فرودگاه ها کوچاند و از آنجا به تاجیکستان فرستد. برای مثال دو روز پیش به همین شیوه 5 شهروند تاجیکستان را از منطقه ترانزیتی فرودگاه شیرمتیو به فرودگاه دمدید و انتقال داده از آنجا به تاجیکستان بردند. طبق آمار سفارت تاجیکستان در روسیه در فرودگاه شیرمتیو 28 نفر، فرودگاه ونوکو 105 و در فرودگاه ژوکوفسکی 213 شهروند تاجیکستان هستند. مسئولین سفارت میگویند ممکن است این آمار زیادتر باشد. سفیر تاجیکستان گفت در شرایطی به قول او فوق‌العاده نمیشود همه خواهشمندان را یک باره به وطن بازگرداند. وزارت کار خارجه تاجیکستان گفته است که تاکنون برای آوردن شهروندان تاجیکستان از روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی شرکت‌های هواپیمایی سامان ایر، تاجیک ایر و فلای دبی چند پرواز انجام دادند و تشکیل پروازهای علاوه‌ای چارتری برای آوردن شهروندان تاجیکستان بررسی شده ایستاده است. و بینندگان عزیز، ما در دوام روز اگر خبری تازه‌ای بود در این رابطه با شما خبر خواهیم داد. باید گفت که برخی از شرکت‌ها و مؤسسه‌های تاجیکستان برای جلوگیری از پنهان شدن کرونا ویروس فعالیت را محدود کرده کارمندانشان را به رخصتی بیموز فرستادند. از جمله شرکت‌های هوایی تاجیکستان، سامان ایر و تاجیک ایر و 4 فرودگاه بین‌المللی کشور بیشتر از کارمندان خود را به رخصتی اجباری بیموز فرستادند. نماینده‌های این شرکت‌ها با رادیو زودی گفتند که چنین اقدام بعد آن گرفته شد که پروازهای خارجی به تاجیکستان برای پیشگیری از صورت کرونا ویروس روی دست گرفته شده است. با گفته آنها تنها تعدادی از کارمندان سر کار ماندند که در صورت ضروری از نیروی آنها استفاده خواهد شد. مهمانخانه هیئت رئیس در دوشنبه نیز در وبسایت خود گفته است که در فعالیت خود محدودیت‌هایی را راه‌اندازی کرده است. با گفته نمایندگی مهمانخانه کمبود سیاحان آنها را وادار کرده است که به چنین اقدام دست بزنند. با گفته مقامات تاجیک تا حال در کشور هیچ مورد سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. سیف الله سفرов سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی تاجیکستان گفت که حکومت برنامه فعالیت در شرایط بحرانی وابسته به بیماری کرونا ویروس را تهیه کرده است، هرچند هیچ نهاد دولتی در این باره چیزی نگفتند. امید دولتوف باشد یک مسئول مرکز تحقیقات که در صحبت با رادیو زودی گفت که بیماری به بیشتری از بخش‌های اقتصادی جهانی ضربه زده است و تاجیکستان نیز تاثیر منفی آن را احساس خواهد کرد. در حالی که تقریبا 1.5 میلیون اهالی روی عالم مشورت گرفته است که در خانه باشند، 31 ایالت‌های آمریکا چاره‌های محدود کننده را جاری نمودند تا که از توصیه بیشتری کووید 19 جلوگیری به عمل آید. در بین چاره‌هایی که 23 مارت اعلان شده است نگاه داشتن مسافه اجتماعی یاد می شود. آمریکا بعد از چین و ایتالیا سومین کشور گرفتار سرایت کرونا ویروس شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که توسعه پاندمی کرونا ویروس صورت می‌گیرد، ولی هنوز هم امکان تغییر وضعیت وجود دارد. در 18 ایالت آمریکا که 158 میلیون اهالی دارند دستور داده شده است که مردم خانه‌هایشان را تنها برای خرید غذا، دارو و یا نیازمندی دیگری ترک کنند. департаменти давлатии амрико эълон кард ки кӯмак ба афғонистонро ба маблағи $1 миллиард коҳиш дода миқёси ҳамкорӣ бо ин кишварро бознигарӣ мекунад. рӯзи душанбе майк помпео ба кобул сафар намуда кӯшиш кард президент ашраф ғанӣ ва собиқ раиси иҷроияи ин кишвар абдулло абдуллоро ба мувофиқа орад. сафари помпео ба афғонистон бенатиҷа анҷом ёфт. мухолифати ғанӣ ва абдулло созиши сулҳро ки моҳи гузашта имзо шуд ба бомбаст мувоҷеҳ кард. помпео дар изҳороте гуфтааст амрико мутаассиф аст ки ғанӣ ва абдулло натавонистанд дар таъсиси ҳукумати фарогир ба созиш бирасанд. вашингтон ҳамчунин тасмим гирифтааст ки соли оянда кӯмакҳояш ба афғонистонро боз барои $1 миллиарди дигар коҳиш бидиҳад.
دادگاه در بیشکک روز 23 مارت محکمه پرونده را که یکی از گمانبرانش سابق پرزیدنت الموسبک اوتانبویف است به مهلت دیگر گذراند. قندوز جلدوبویف یکی از گمانبران و سابق یاور اوتانبویف گفت که قراری به تأخیر گذاشتن مرافعه دادگاهی به بد شدن سلامتی سابق پرزیدنت ربط دارد. جلدوبویف گفت بعد از ظهر فشار اوتانبویف پست شد، فشار خونش و مرافعه بعدی 30 مارت برپا می شود. قبلا وکیل دفاع زمیر جوشف در مراجعت به رئیس دادگاه عالی قرقیزستان گلبر خلیوا درخواست کرد که با سبب تهدید پنجشنبه کرونا ویروس و حالت فوق‌العاده در قرقیزستان به جز پرونده های فوق‌العاده مهم دیگر محاکمه ها به تأخیر گذاشته شوند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های سیل در بعضی نواحی ولایت ختلان و ناحیه رودکی ادامه دارند. به اطلاع این کمیته در نتیجه باران شدید در روز 21 مارت و سیل عظیم در دهه‌های مهرآباد، ظفرآباد و قمری آباد جماعت دهاتی گلستان زمین‌های نزدیکی 15 نفر از ساکنان را ویران کرده است. به 12 منزل‌های استقامتی و زمین‌های نزدیکی جماعت شهرک هولبوک آب در آمده است. به زمینی نزدیکی شهروندان در دهه سریپرای هم سیل ضرر رسانده است. ساکنان منزل‌های ضرر دیده فوراً به مکان امن کوچانده شدند. عین زمان کمیسیای حالت‌های فوق‌العاده نوعیت در جای حادثه فعالیت داشته معلومات ایلوگی درباره میزان ضررهای رسیده را جمع آوری می‌کند. کمیسیای حالت‌های فوق‌العاده نوعیت خراسان خبر داد که بارش شدید روز 21 مارت و سیلی که آمد در دهه حلقجر جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی به 103 زمین نزدیکی و انشاءات‌های یاری رسانی شهروندان ضرر رساند. در این باره ما دیروز یک گزارش مفصل هم داشتیم که میتوانید در برنامه خبری دیروز و میگونه در Ozodivideo تماشا کنید و باید گفت که در این سیل عظیم یک نفر هم به هلاکت رسیده بود. تاجیکستان که 93% قلمروش گویستان از یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی به شمار می رود و سالانه در نتیجه آبخوزی و ترمه و 10 نفر به هلاکت می رسند. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز برای شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 سومونی و 20 درم است، €1 10 سومونی و 96 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 126 سومونی و 50 درم تعیین گردید است که نسبت دیروز 1 سومونی کمتر می باشد. بینندگان عزیز، این چند خبری بود که من در این صبح برای خواستم برای شما بگویم. با خبرهای تازه از جمله در رابطه با تقدیر مهاجران در روسیه ما شما را در صحبت‌های بعدی منتظر خواهیم بود. روزی با برای در پیش داشته باشید.